علی رحمان است. دیگر اون هر چی در ذهنش آمد میگیرد، وحدت را از بین میبرد. با همین مردم وحدت کرده بود، صلح کرده بود، اینها را باز وحدت را از بین برد، ولی نام یک ناحیه را ماند وحدت، خود وحدت را از بین برد. دوستی نام میموند، دوستی را از بین میبرد و یک شعار را میکند نام یک منطقه. استقلالیت، اصلا استقلالیت ندارد تاجیکستان، گاه زیر تابعیت مسکو، گاه پکین، خیتای، گاه یک جای دیگر دستنگری هم است، اما نام استقلال از نقب استقلال سر کرده تا جماعت ها و دهه ها و کلخاز و کوچه ها همه استقلال، همه جا پر استقلال بغیر از خود استقلالیت که در کشور وجود ندارد، همه جا پر وحدت بغیر از خود وحدت که وحدت واقعی وجود ندارد، همه جا پر از دوستی، برادری، عدالت، ولی نه هر چقدر که امام علی رحمان